جشن عروسی جشن عفت و پاکدامنی است. متاسفانه در جشن عروسی که جشن عفت و پاکدامنی است، جشن بی عفتی و چشمچرانی و معصیت به راه میندازیم برای عفت. خیلی وقتا ما هم سکران میشیم، پدر و مادرها سکران میشن، نمیخوایم عروسی بکنیم. جشن پایکوبی عروسی ها پر از چشمچرانی. زنها هرچه طلا و زیورالات دارن تو عروسی ها، هرچه لباس دارن، فقط برای به رخ کشیدن، برای به نمایش گذاشتن زیورالات خودشانه.